سلام بچه، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به چنل خودتون، چنل سایدا سارال. آقا اومدم با یه ویدیو خفن دیگه. بدون معطلی میخوام برم سراغ ویدیو. تقریبا حالا یکی از ویدیو خیلی کوتاه شد، صدا ضبط نشده بود، مجبور شدم کوتاهش کنم. 3 تا ویدیو گرفت در مورد همین خزاخیل. برای اولین بار یکی از بچه‌ها گفت که آقا تو کاریت نباشه، چند تا ویدیو با سبک خودش برام فرستاد. میخوام ببینیم این ویدیوها چی ان. چیزی که از کاور ویدیوها میبینم ASMR تور، ساتیسفاینگ تورن. بریم سراغ ویدیو. داری چکش میبری. چقدر باحاله. چقدر باحال داری میبره بچه‌ها. چرا تهشو برید؟ دمت گرم. اول قشنگ آرامشو میده، بعد میرینه تو اعصابت. ناراحت شدم که بابا. بچه من که این لب و بوی این بغل رو میبینم، همین که الان گفتم میاد ذهنم. میگم بریم ویدیو بعدی. باز نمیشه چرا؟ صابون داریم. صابون نیست. چرا هانی؟ آقا یه حدس بزنیم رنگی چیه؟ هستی؟ اوکی. ببین صابون صورتی مردون صورتی کمرنگ توش بنفشه. حدس میزنم. بچه واقعا حدس زدم. پشمام دیگه. این آخری میخوام حدس بزنم واقعا. ببین سبز گلنار، زرد توش، چون بیشترشون زرد و بنفش بود. آبیه توش. بله. نوشته که چجوری گوجه فرنگی رو روی ماشین حساب بذاریم. یعنی چی؟ یعنی مثلا رو صفحش بیاری؟ مگه داریم؟ وای. هشتگ زده آموزشی. توجی دمت گرم. بچه ها فوش آزاده تو کامنت. چجوری ایرپاد رو توی قابش بذاریم؟ گذاشتیم توش. پشماتون ریخت نه؟ هشتگ آموزش، هشتگ باور نکردنی، هشتگ. این ویدیو بعدی هندونه است. ها اینا وای. بچه اینا خیلی شبیه سوسک نیستن؟ یا من دیوونم؟ خب چرا تو قالب هندونه اینو گذاشتی؟ شبیه جوشم میدونه. خیلی شبیه جوشم هست. اول که تو پاش خالی شد شبیه چیزی داره بشه، ولی من به اون فکر نمی کنم. نه آقا میخوام برم ویدیو بعدی بدش. این خوبه. اینو میشه گذاشت. این خوبه.
سکه. اینا که میندازی میشکونه نمیشکنه. ببینیم ویدیو رو ببینیم. این میشکونه دیگه. این میشکنه. توی اون شیشه ها میخ بود که بادکنک اونجا شکستن. ای چقدر باله. آخری خیلی خوشگل بود. ویدیو بعدی فکر کردی میذارم عدسم رو ببینی؟ من میذارم ولی سعی کن نترسی. ببخشید بچه ها، معذرت میخوام، من واقعا عدسه هم دست خودم نیست. ببین ویدیو بعدی. میشکنه. ها نه نمیخوره بهم. خورد دیگه. خورد میخوره این سری. خورد حاجی جدی خورد. معذرت میخوام. من کاوری ویدیو بعدی بذارید توصیف کنم چیزی که میبینم. اون گردالوها بود گفتم چرا همشون گردن. این گرد 85. ببخشید من معذرت میخوام. ویدیو رو ببینیم. من نمیتونم اینو ببینم. این منظورش ساتیسفاینگ نیست. این اصلا ساتیسفاینگ نیست. طرف با این میتونه، من نمیدونم میتونه چه کارایی بکنه ولی خیلی کسی که این ویدیو رو ساخته با چه منطقی ساخته میتونم ببینم چقدر ویو. ماشاءالله کل پیجش هم همینه خانومه. عجب 17,000 نفرم فالوش داره. کل کانالم همیناست. همشون هم 9 میلیون 10 میلیون. معلومه دیگه ملت واسه چی میبینن معلومه. این بچه ها اینی که الان دیدیم دیزم اومده 8 میلیون یعنی 14 میلیون تقریبا ویو خورده. پشماتون بریزه. یا خدا وای 28 میلیون مگه چیه؟ 28 میلیون یه دقیقه صبر کن ببینم. بلم حاجی چرا همشون سبکشون اینه؟ نمیخوام هی خیلی یه جوری شدم. بچه 28 میلیون همینی که الان دیدید ویو خورده. چرا بابا خفه شو مکس خفه شو. نه اشکالی نداره. یه چیزی دیدی خیلی زشت بود. چرا؟ من یه ساعت دیگه کلاسم شروع میشه. باید خودمو بتونم برسونم. ویدیو رو همونجا تموم کنم. ولی اگر پارت 2 رو خواستید حتما تو کامنت ها بهم بگید که آقا پارت 2 این ویدیوهای چرت و پرت بساز و با کمال میل میسازم براتون پارت 2 شو. حاجی این خاموش شد. تو کی خاموش شدی؟ شارژش تموم شد؟ من الان دیدم این خاموش شد. چقدر زود شارژش تموم شد؟ What the fuck؟ من باز نورانی شدم. من باز امام شدم. کن دیگه اینجوری میشینم دیده نشه. اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید چنل رو، کامنت یادتون نره. نظری داشتید تو کامنت ها بهم بگید. اگر پارت 2 این ویدیو چرت و پرتا رو میخواید لایک رو به 5 تا برسون.
چیز خاصی نیست. 5 تا لایک میخوام فقط. اوکی؟ 5 تا لایک کنید ویدیو رو. من پارت 2 این چرت و پرتا رو میسازم براتون. فعلا تا ویدیوی دیگه، تا من نورانی نشدم، خدافظ.